برای پیشرفت شبکه آبونه شوید و لایک را فراموش نسازید. می خواهم با دوست داشتم برسم، اما من در عائله عادی به دنیا آمده به کمال رسیدم. چند وقت باز برای کمک رساندن به خواجگی در نزد بازار سخاوت و سودای خرد مشغولم. شکر خدا که از آنجا رزقم را می یابم. مبلغی کم هم باشد برای حل بعض مشکلی های روزگار می شود. در پهلویم یک دختر برای پیش بردن زندگیشان و سودا مشغول است. یعنی مثل من میده چویده می فروشد. پیشتر ما همچون همسایه مناسبت می کردیم و بینمان چیزی نبود. اما آهسته آهسته دختر با رفتار و گفتار خوب و شیرین سخنی و مهربانیش در دلم جا شد. ما با هم عهد محبت بسته قول دادیم که ازدواج میکنیم. دوام 2 ساله که ما شناسیم در رفتار و مناسبت دختر هیچ کمبودی ندیدم و همیشه گفته هایم را به جا می آورد. دختری بی آداب نیست، در حسن و جمال هم هیچ کمبودی ندارد. اما زندگی مجبورش نموده که به بازار براید و برای خود و مادرش ناله نان پیدا سازد. به نزدیکی والدانم مصلحت کردند که مرا خانه‌دار میکنند. چون من از دست داشته‌ام گپ زدم و گفتم که با او خانه‌دار میشوم، آنها رد کردند. میگویند که ما کلین سوداگر نمیگیریم و ما دختری خانه‌شین در کار است. وی در بازار و سودا مشغول شده آینده به قدر ما نمی رسد و خدمتمان را به جا نمی آورد. هرچند به آنها می فهمانم که من او را خوب آمیخته و تمام خصلت‌هایش را از خود کردم، ولی راضی نیستند. به فکر شما من باید چیکار کنم؟ شنوندگان شبکه قدمشو اسرائیل، التماس به من مصلحت دهید. و مصلحت شما احتیاج دارم. اگر شما خواهش سفر به وطن را دارید و می خواهید بلیط ها را با نرخ های دسترس خریداری نمایید، پس به رقم های در اکران بوده زنگ زنید و بلیط ها را با نرخ های دسترس خرید.